معلا ابن خنیس کسی بود که یه حرفا عجیب غریبی میزد، حضرت هم بهش میفرمود بابا نگو میکشنه. مردم داشتن کاروان میرفت حج، جلو در خونه حضرت صادق وایساده بود، میگفت کجا میرید حج؟ کعبه واقعی این آقاست، بیا دور این آقا بگردید. حضرت هم میفرمود معلا نگو این حرفا رو، نگو، برای خودت و برای ما آزار درست میکنی از حکومت بنی العباس. یه چند نفر جمع شدن باهاش، و حضرت مدینه بودن من عراق بودم، یه چند نفر جمع شدن گفتن معلا تو میگی که امام صادق علم غیب داره؟ گفت بله میگم. گفت خب خلاف قرآن حرف زدی. خب میاد اینا به تو هم میگن تو هم بلد نیستی جواب بدی. گفت کجا خلاف قرآن حرف زدم؟ گفت قرآن میفرماید و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، هیچ کس مفاتیح غیب و مفاتیح غیب رو نداره مگر خدا. گفت موندم چی جواب بدم، لا یعلم الغیب الا هو، هیچ کس جز خدا نمیدونه. گفت وقتی بر حضرت وارد شدم گفتم آقا حضرت دید سگرماش تو همه، فرمود معلا از اون بحثی که کردی در عراق ناراحتی؟ گفت بفرما آقا، من میگم شما میدونید نهان و آشکار رو، اینا باورشون نمیشه ولی من نتونستم جواب بدن. حضرت فرمود خب چرا این آیه رو تا آخر نخوندی؟ گفت آقا آخرش مگه اثبات میکنه؟ حضرت فرمود بله، و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، بله، ولا یابس ولا رطب الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب مبین. حضرت اون کتاب مبین خداست. پس معلومه یه چیز دیگه ای هست که تمام غیب در او هست که خدا هم نیست. الا فی کتاب مبین. گو آقا شرح کتاب مبین چیه؟ حضرت اون سوره یاسین نخوندی؟ و ما بله و احصیناه فی امام مبین و کل شیء احصیناه فی امام مبین و هو علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و هو امیر المؤمنین اللهم صل علی محمد.